یک فامیل بی وضاحت است که خانم بیوه است و سرپرستی هم نداره. هوا سرد بود بسیار. امی خانه چیزای ما هم چکک میکرد دیگه. خواهی زندگی مجبوری صدقه پیدا. کتی کیا زندگی میکنی خودت؟ تنها خودم کتم 4 تا که اولادم است، خودم 5 نفر. سلام و صد سلام خدمت شما وطندارای عزیز. امیدوار هستیم که جور صحت سلامت باشین. و کانال سفر 360 شما را خوش آمدید میگم. اخلاصمند شما زاید رحمانی. وطندار امروز یک ذره تشنام شدیم که هیچ همی زبان یاری نمیکنه. یک فامیل مستحقی است که از طرف تیم ما اونا بررسی شدن. یک فامیل بی وضاحت است که خانم بیوه است و سرپرستی هم نداره، دیگه خانه برای زیست هم نداره، بسیار مشکلات زیاد داره. دیگه دوستای عزیز با ما همراه باشین تا آخر برنامه تا فامیل مستحق یاری برسانیم. مادر جان سلام علیکم، خوب هستی؟ بخیر؟ صحت خوب است؟ زیادر جون شکر، فضل خدا بخیر باشین. رمضان بخیر سپری میشه. زنده باشی. ایام زمستان بخیر سپری کردین. اینجا هوا سرد بود. دیگه باشی بیادر، زنده باشی. هوا سرد بود بسیار. امی خانه چیزای ما هم چکک میکرد دیگه. خواهی زندگی مجبوری صدقه پیدا. اینجا کتی کیا زندگی میکنی خودت؟ همیشه تنها خودم کتم 4 تا که اولادم است، خودم 5 نفر. دیگه همیشه تنها 2.5 سال میشه دیگه. از پیش ایورم همیشه آمدیم زندگی میکنم. شوهرتان کجاست؟ شوهرم شهید شده. خداوند ببخششه. بیبی جانی خانه از خودتان است یا کرایه‌شین؟ نه بیادری ملک قریه ما به خاطر ثوابشان داده که جایی نداشتیم اونجا زندگی میکنیم. بیبی جان اینی مبلغ 5000 افغانی است که وطندار ما کمک کرده بود. اینی تصمیم شما. خیر ببینی، زنده باشی بیادر. بخیر باشه. زمان کمکش کنم. سلامت باشی. وطندارای عزیزی بود برنامه امروز ما که خدمت شما عزیزان قرار گرفت. خدا کنه که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. رمضان ماه همدلی و همکاری. خداوند وطندار ما را خیر نصیب کنه که دست مستحقی نمیگیره. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا میسپارم. الله نگهدار.